ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد و نام بر الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. خدمت شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و خسته نباشید داریم. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله تبارک و تعالی شما و جمله بینندگان عزیز را خوش و خرم و سعادتمند داشته باشد و الله تبارک و تعالی را بار دیگر سپاس گذاریم که به ما فرصت عنایت فرمود تا در ادای بخشی از مسئولیت های دینی در خدمت مسلمانان و برادران عزیز خود بوده باشیم. از الله متعال توفیق و هدایت و مدد دو پایداری بر حق را خواهانیم. تشکر میکنم از شما. طبق روال معمول بینندگان عزیز برنامه را از سالهایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم و طبق چیزی که میدونین یعنی همیشه ما تذکر دادیم این که روش های فرستادن سوال شرعیتون هم به چندین دسته تقسیم میشه که از طریق پیام های SMS، حتی پیام های صوتی و از طریق ایمیل و از طریق واتساپ که میتونین شما پیام های شرعیتون را بفرستین. جناب مولانا بیننده که یکی از بینندگانی که همیشه از بینندگان همیشگی برنامه خودمون هست سوال پرسیدن که اگر دختری که سنش از یک مرد بزرگتر است و با پسری که از او کوچکتر است قصد ازدواج داشته باشد و هر دو هم راضی باشند به این کار، آیا از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد موضوع قسمی که روشن هست در قضیه سن قید و شرط معینه از راجبه هیچی که از طرفین وجود نداره مگر سن قابلیت ازدواج. چنانچه ما برگردیم به سیرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، قدوه و پیشوای بشریت و افضل ترین پیامبران الهی علیهم الصلاة و السلام، میبینیم که اولین ازدواج آنها با زن تقریبا 15 سال بزرگتر از خودشان بوده. مسئله که چند سال بزرگتر بوده این مسئله می شود که محل داد و گرفت و بازرسی بوده باشه، اما مسئله که اونها از رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر بودن مسئله اتفاقی است که هیچ مجال ترددی در این وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در 25 سالگیشان قرار داشتن و اونها بالاتر از 35 تا به 40 قسمی که روایت میگویند که ازدواج رسول الله صلی الله علیه و با خدیجه رضی الله تعالی عنها و این موفق ترین ازدواج در ازدواج های تاریخ به شمار می رود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی بعد از وفات خدیجه رضی الله تعالی عنها همیشه اون را به خاطر داشتن و حتی یاران و دوستهای او را در مناسبت های عید و قربانی و غیره مناسبت ها و در هدایا همیشه پاسوی خاطر میکردن، چون به اساس
خاطرداری اون همسر بزرگوارشان. همچنین موضوع دومی که در اینجا، مثال دومی که میتونیم در ای داشته باشیم، مثال ازدواج زید بن حارثه مولای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ام ایمن مادر اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه که به نام لقب حب رسول الله، یعنی محبوب خاصی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این لقب را از آن خود داره، خودش و پدر بزرگوارشان. ام ایمن کسی است که زمانی که در 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه با مادرشان آمینه بنت وهب به مدینه بنا به حساب زیارت اقاربشان در اینجا و همچنین قبر پدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بود و اینجا سفر آمده بودند. در اثنایی که از اینجا برمیگشتند به سوی مکه مکرمه، آمینه بنت وهب مادر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مقام ابوا با فاصله کمی از ذوالحلیفه میقات فعلی مدینه، یعنی در حدود خیلی ها نزدیک به مدینه منوره اونجا وفات میکنند. اینجا تنها میمانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پسر 6 ساله و دایه اونها ام ایمن کنیزی پدرشان عبدالله، که در اینجا ام ایمن رسول الله صلی الله علیه و سلم را با خود برداشته میبره به مکه مکرمه. از این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این ام ایمن را هم خیلی ها زیاد دوست داشت و با او محبت داشت و از این لحاظ محرمیت میان آنها وجود دارد، چون او کنیزی پدرشان بودن. به هر حال زمانی که زید بن حارثه بعد از بزرگ شدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ازدواجشان با خدیجه رضی الله تعالی عنها، در جریان این سالها قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه رضی الله عنها یا که یکی از او را میخره یا یکی از اقارب خدیجه رضی الله عنها خریده به خدیجه رضی الله عنها تحفه میدهد و خدیجه رضی الله تعالی عنها را در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگذاره و در اینجا سنی کوچکی داره زید، یعنی زید بن حارثه از رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال کوچکتر بود، بیش از 10 سال 15 سال کوچکتر است که معروف بود پسر رسول الله صلی الله علیه و بله پسر خونده. بله اون رو در خوردیش دزدیده بودن بلکه در جریان هجوم بر یکی از قومهایشان و فروخته بودن بعضی. درست. خب آمده بود به بازار مکه مکرمه، بالاخره به خدیجه رضی الله عنها تعلق گرفت و از اون به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب مطلب اینجا که زید بن حارثه رضی الله عنه تقریبا 15 الی 20 سال از رسول الله صلی الله علیه و سلم کوچکتر است و ام ایمن از رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر، 15 الی 20 سال کم از کم بزرگتر هست. درست. چون تا به این سن نمی بود به تنهایی این طفل 6 ساله را برداشته به مدینه به مکه مکرمه رسانده نمیتونست مشکل بود. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم عقد نکاحی از اینها را زید بن حارثه ام ایمن را در عقد نکاحی زید بن حارثه آورد و از اونها حاصل از اونها اسامه ابن زید، یکی از پر افتخارترین شخصیت های افتخاری تاریخ اسلامی که در سن 18 سالگیشان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را لشکر اسلام برای جنگ با
رومیان با قیصر روم و رومیان به سوی شام فرستاد که چون به علت عارضه بیماری رسول الله صلی الله علیه وسلم از بیرون شدن متوقف شدن و زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت بیعت شد دوباره اینها را به مسیرشان فرستاد و کامیابترین لشکری بود که اینجا قوه اسلامی را در نفسها و رعب و هیبت لشکر اسلام را در نفوسی بسیاری هایی که میخواستن موقفی منفی داشته باشند را جایگزین کرد و جای به جا کرد و بسیاری از عرب بنابر او از ارتداد جلوگیری کردن، اقل شیء از مقابله با لشکر اسلام کنار نشستن. پس این هم بود یکی از ازدواج‌های موفق ترین ازدواج‌هایی که در با تفاوت سن میان با سنی بالای دختر و سنی پایانی پسر بود. به هر حال و این هم قابل داره که رسول الله صلی الله علیه و آله هم تا زمانی که خدیجه رضی الله تعالی عنها زنده بودن هیچ با زن دیگری هم ازدواج نکردن و این کمال توافقی که در اونجا بود. به هر حال در این موضوع شرعاً هیچ اشکالی وجود نداره. مهم این هست که در اینجا این پسر و دختر سازگاری داشته باشند و همچنان مشکلی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اخلاقی در یکی از این دو ملاحظه نزد والدین از اونها وجود نداشته باشه، ورنه تنها سنی بالا و سنی پایان در اینجا دلیل شده نمیتواند که برای ولی یا که برای دیگرها مجوز منع ازدواج بوده باشه. چون ولی میتونه که بنابر ملاحظات دقیقی که داره، اگرچه پسر و دختر راضی بوده باشن، اما بنابر ملاحظات دقیق و اساسی و معیاری که داره در اونجا مانع اون ازدواج باشه که با اون ازدواج موافقه نکند. اما باید که این دلیل ها و علتی که با اون بنابر اون مخالفت میکنه باید علت های معیاری و اساسی بوده باشند، نه تعلل های عصری یا که علت هایی که اکثرش یا وساوس هست و یا این که در ذات خود جنبه از ظلم و ستم بالای پسر و یا دختر. الله تبارک تعالی به همه ما و شما و جمله بینندگان و اهل اسلام توفیق فهم درست و عمل مطابق آن فهم صحیح را. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. الله نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ويل لكل همزة لمزة. وای به حال هر عیب جوی طعنه زن. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري
لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده پرسیدن که بعضیا میگن که نزدیکی از عقب با همسر گناه است. اگر نزدیکی انسان با ناموس خودش گناه داشته باشد، پس نفس انسان برای چیست؟ یعنی سوالشون به این گونه است. بفرمایید. بله، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در اینجا احادیث متعددی هست که در اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفسیر آیه قرآن کریم که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، زنهای شما کشتزار شما هستند، پس در کشتزار خود به هر گونه‌ای که میخواهید وارد شوید. اینجا جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه و دیگرایی هستند که روایت میکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی ابن عمر رضی الله میگه که اقبل و ادبر و اتق الدبر، از راهی پس یا از راهی پیش، هر راهی که انتخاب میکنی باید که در مقام، در محل تولد و تناسل بوده باشد و از دبر و عقب خودداری کنی و پرهیز کنی. همچنان حدیث دیگری هست که به درجه حسن می باشه که لعنت میفرسته بر کسی که اتا امرأة فی دبرها، کسی که با زن از راه عقب همخوابی میکنه، یعنی در عقب همخوابی میکنه، در اونجا چیز است، این مورد لعنت قرار گرفته. و از اینجا در مجموع این مسئله که شایبه دیگری هم به لواط داره که چه هم جنسگرایی که چیزها دارن را به او شایبه دیگری به کاری از اونها داره و چیز هدف از اهداف عمده‌ای که در ازدواج هست او را هم از بین میبره که به هدف تولد و تناسل و اولاد هست و حفظ ادامه نسل بشری. وقتی که مردم همه به این رو آوردن، بس اوقات از این دیگر خودداری میکنن. به هر حال اون مسئله جانبی هست، اما اینها دلیلی صریح هستن در این مسئله. اما غلط فهمی برادر عزیزی ما یا پرسنده عزیزی ما از استدلالی که از آیه قرآن کریم اونها کردن که خلق لکم من انفسکم، از واجه از نفس خودتان برایتان همسران آفریده. از این نمیتونه که برای این استدلال مراد از این انفس یعنی از جنسی خودتان و از نفس خودتان، یکی که از آدم علیه السلام و خلق منها زوجها، آدم علیه السلام از پهلوی از پهلوی چپی حوا علیه السلام، از پهلوی چپی آدم علیه السلام تولد آفریده شدن. این یک موضوع است که از اصل انسان. و دوم اینجا انفس مراد از نفس نیست که شخص خود انسان بوده باشه و هر آنچه که با خود میکنه با او هم بکنه، در عین حال که با خود هم نمیتونه که این کار را انجام بده. این واضح است که با خود هم نمیتونه که در با راههای در دوباره خود چیزی وارد کنه و خیره. این هم برای خودش هم ممنوع هست و همچنین در برابری همسرش هم ممنوع هست. مسئله دیگری که هم در اینجا ایره میشیم، ببین ما مثال انفس هم در باره انبیاء علیهم السلام آمده. درست. بعث فی رسولا من انفسکم، یا در بعضی جای من انفسهم، از به حساب قومهایشان میگه ما فرستادیم رسول در میان از اونها از نفس خودشان. به این معنی نیست که رسول نفس همون کفار مشرکین بوده باشه، بلکه به این معنی است که از نفس جنس و از نفس نوع و از نفس طایفه هست، با خاصیت های بشری که اونها دارن، با همون خاصیت های بشری این
پیامبر هست. پس در اینجا استدلال از کلمه انفس و نفس برای این یکی از وسوسه هایی است که بعضی ها در آن وارد شدن و هیچ مورد عقلانی یا لفظی و لغوی هم نداره. اما به هر حال که برادر عزیز و یا کسی که این شبهه را انداخته بالای از او از این غلط فهمی و اشتباهی را داشتن، در غلط فهمیشان میشوند که معذور بوده باشن، اما بعد از واضح شدن این مسئله برایشان مجال این غلط فهمی دیگر وجود نخواهد داشت. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن اگر فرد بی اولادی 2 تا از فرزندان برادرزاده‌اش را به فرزندی قبول کند، بعد از مرگش ارث او چگونه تقسیم می شود؟ آیا شرعاً آن 2 کودک و همسر وارث او هستند یا سایر اعضای خانواده‌اش اهم از برادران و برادرزاده‌های وی نیز از او ارث می‌برند؟ در مجموع موضوع فرزند خواندن و فرزند خواندگی یا خواهر و برادر خواندگی چیزی هست که شرعاً مدار اعتبار نیست و از اینجا هیچ نوع ارثی به او مرتب نمی‌شود. همه ورثه در او مطابق به حقوقی که دارند، مطابق به حقوق و چیزهایی که دارند مطابق با او ارث میگیرن و اگر این 2 پسر در اون مجموعه وارث بوده باشند، چون برادرزاده در صورتی که برادرها نبود وارث می باشه، فرزند هم نبود برادرها هم نبود، برادرزاده وارث می باشه، در جای حکمی برادر به خود میگیره. در ضمن دیگر برادرزاده ها اینجا وارث می بوده باشند، اما می تونه که به طور وصیت یا در زندگی خود چیزی به اونها تحفه بده، در صورتی که اونها از ورثه نیستند. حتی در این حالت در زندگی خود به عنوان تحفه چیزی برایشان تعیین میکنه که از فلان و ملکیتش در زندگیش به اونها انتقال میکنه. چون جزء از خانواده اهل نفقه خاصی او نیستن که نفقهشان برای او فرض بوده باشه و از بعضی هایشان یعنی حکمی مجموعه اولاد اینها نمیگیرن، که مثلا انسان یک اولاد چند اولاد داشت به یکی از اونها چیزی تخصیص بوده درست نیست. اما در این حالت در میان برادرزاده هایش این مشکل وجود نداره، میتونه که به اونها چیزی اختصاص بده که در زندگیش ملکیت اون چیزها و اون ملکیت ها به اونها انتقال بکنه. اما بعد از وفاتشان از سه یکی اما مال و ارثی که از او باقی مانده، ترکه‌ای که از او مانده، از 3/1 به بالا نمیتوانه برایشان وصیت کنه. یعنی انشالله واضح شده اختلاف 2 حالت درست. یعنی در زندگیش که ملکیتشان به اونها انتقال بکنه، بله. میتونه که هر چیزی که میخواه برایشان اسمشون بده، مگر اینکه برای فرار از، مگر اینکه در صورتی که متهم به فرار از زکات باشه، نه به چیز از قضیه ارث و محروم ساختن ورثه بوده باشه، اونجا مسئله دیگر است که میگه قربی وفات به خاطر محروم کردن ورثه چیزی از مال خود به کسی میبخشه یا که تحفه میده. در اون صورت با در نظر داشتن مقاصد راجع همین است که بازنگری مجدد میشه و در اونجا وصیت یا فیصله قابل تغییر میبوده باشه، در غیر او نه. اما که در زندگی خود ملکیت چیزی را به اونها انتقال نمیدهد و چیزی بعد از مرگ خود برای اونها وصیت اختیار میکنه و وصیت میکنه، در اینجا از 3/1 سرمایه که بوده بیشتر به اونها وصیت کرده نمیتوانه و این هم مقید به این است که مقید به شرطی که اونها جزئی ورثه نبوده باشند. اگر جزئی ورثه بوده باشه یعنی برادر وارثی نداشته باشه، اگر برادر وارثی داشت میتونه که به اینها از 3/1 به خاطر محروم نشوند از 3/1 سرمایه خود به اینها وصیت کنه. درست. اما اگر ورثه دیگری داشت، برادر و خواهر و
اونها در اون صورت میتونه به اینها وصیت کنه. اما اگر نداشت، تنها برادرزاده هایش بود، وارث امینها بودن، باز اینها یکی از ورثه می بوده باشند و لا وصیت لوارث، حدیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که برای وارث وصیت نمی شود. جزاکم الله خیر. آیا سجده شکر بعد از نمازها سنت هست یا نه؟ چیزی نیامده راجع به این که سجده خاص بعد از نمازها به این معنی سجده شکر بوده باشد. بله، از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با سجده در جریان که خبر فتح و پیروزی مسلمان ها در معرکه برایش میرسید و حالات شبیه به اون ثابت شده که سجده به عنوان سجده شکر انجام میدادن. اما سجده شکر بعد از نماز این یک چیز اختراعی و ساختگی است که گمان نمیکنم هیچ اصل در شریعت اسلامی و در نصوص و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشد و هر آن چیزی که عبادت پنداشته شد و اصل در شریعت نداشت یا برخلاف ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اون چی به شمار میرود؟ بدعت بر شمار میرود. اگر ما او را نیک بپنداریم، در حقیقت با جای ثواب چی می داشته باشه؟ گناه می داشته باشه. جزاکم الله خیر. بیننده از کردستان پرسیدن که یک آرامگاهی در منطقه ریجا و استان کرمانشاه وجود دارد که معروف است به قبر ابودجانه، یک از صحابه های پیامبر. پرسیدن آیا یعنی صحابه به نام ابودجانه وجود داشته و آیا این قبر منسوب به ایشان هست یا نه؟ موضوع این که صحابه به نام ابودجانه در میان صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله وجود داشته باشه هست و در جنگ‌های در غزوه احد کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله شمشیر از چوب برایش داد و با او یکی از معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اونجا به شمار می رود و با او با مانند شمشیری از قوی ترین شمشیری از آهن و سرب و اینها آماده شده از مس و غیره جنگید و موافقتی های در اونجا داشت. و ابودجانه رضی الله تعالی عنه موضوعی از هیچ اشکالی نداره، اما اینکه به کرمانشاه رفته باشه یا در جریان جنگ های اونجا بوده باشه، در راجع به این ثبوت لازم هست قبل از اینکه قبر او در اونجا بوده باشه، یعنی قبل از رفتن او به سوی خراسان نیاز به اثبات داره قبل از اینکه قبر او در اونجا بوده باشد. منتها قبرهای مختلف صحابه کرام در مختلف شهرهای سرزمین‌های مفتوحه اسلام فتوحات اسلامی وجود دارند و بودن، اما قسمی که در مدینه منوره بودن، در مصر، افریقا، در شام و خراسان تا به بلخ و اونجاها رفته، صحابه کرام در تمام این منطقه ها بودن و حتی به محدوده های سیند و اونجاها هم رفتن. اما برای اینکه شخصی معین قبر او در کجای بوده باشد ثبوتی اصلی میخواهد و دوم اگر قبر شخصی در جای اولا ثبوت شد، زیارتگاه خاص ساختن او هم خلاف شریعت هست و مانند عام قبرها مورد زیارت قرار میگیره و برای او دعا میشه و قسم دعاهایی که مسنون آمده. اما حتی قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده باشد یا قبر هر پیامبر دیگری و بزرگی دیگری، در اونجا چیزی از او خواستن، حاجت خواستن از او و مشکل خود به او عرض کردن، دعا از او خواستن، دعا به او تقدیم کردن، برخلاف فرمان قرآن کریم و شرک از شرک های صریح هست که در قرآن کریم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، با الله میگه فلا تدعوا مع الله احد، با الله تعالی از هیچ کسی دیگری دعا نکنید، ولا تدعوا من دون الله، بغیر از الله تعالی از هیچ چیز دعا نکنید. پس همین از که ما در قرآن کریم و در احادیث صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر قدر بنگریم، هیچ یکی از
و یا در دعاهای ثابت از علی رضی الله تعالی عنه و دیگه ابوبکر و عمر و عثمان و غیره تا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و ائمه دین در بعد، در هیچ یکی از اونها حاجت خواهی از صاحب قبر دیدن نمیتوانیم، چون این در قاموس همگی و در آیات ده ها آیه قرآن کریم با تصریح دعا و حاجت خواهی از صاحب قبر از غیر الله تبارک و تعالی هر آن که بوده باشد چی به شمار می روه؟ شرک و شرکی اکبری که انسان از دایره توحید بیرون میکنه. اگرچه بنابر غلط فهمی در احکام متعددی که مربوط به این مسئله می شود تفاصیل بیشتری وجود داره، یعنی اشخاصی که بنابر غلط فهمی مرتکب شرک اکبر می شوند و هدفشان شرک نیست، اما غلط فهمی در اونجا وجود داشته، در تفاصیل عام احکام حکم مشرکین جاهلیت و غیره را نمیگیرن، اما بین خودشان و بین الله تبارک و تعالی و در حکم ظاهری شرعی اونها شرکشان اونها را از دایره توحید بیرون میکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در خیلی از مناطق گفتن رسم است که وقتی کسی میخواد به مسافرت برود، به یک سفر کاری یا چیز مهمی برود، میگوید که اون شخص را از زیر قرآن رد میکنن. این کار چه حکمی دارن؟ این کاری که از بدعات هست و هیچ اصل و اساسی در شریعت نداره. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا از کارگردان عزیز و اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز درخواست میکنم که وقتی که میخوان تماس بگیرن سوالاشون آماده بکنن و از طریق تلفن با ما صحبت بکنن، چون از طریق تلویزیون اگه منتظر باشن صداشون دیر میاد. بیننده بعدی پرسیدن که اگر کسی قسم بخورد که اگر فلان کار را انجام دادم وقتی که ازدواج کردم زنم طلاق است، پس از مدتی باز همان کار را انجام میده، آیا این شخص اگر ازدواج کرد زنش طلاقه؟ ولی در اینجا یک رأی فقهی هست که زنی او هرگاه ازدواج کرد چون معلق مقید به شرط هست و هرگاه ازدواج کرد شرط یافته شد اون همسر طلاق می شود. اما راجح در اینجا ای هست که اولا این قسم به معصیت هست، این نوعی از قسم هست و قسمی به معصیت هست، یا نظر اگر نظر باشه نظری به معصیت هست و نظری که به معصیت بوده باشه عمل کردن به او و اجرا و تطبیق او شرعاً چی هست؟ ناروا هست. این یک مسئله جانبی هست. اما مسئله اصلی در این جایی است که راجح به این که قسمی که از علی رضی الله تعالی عنه و شماره از احادیث و غیره ثابت هست و فتوای اکثر صحابه کرام و تابعین هست که لا طلاق فی ما لا یملک، شخص در آنچه که ملکیت اون است در ملکیت اون است، شخصی که در تحت ملکیت او وجود نداره بالای او طلاق او صادر نمیشه. بر مبنای او اکثریت ائمه حکمشان، چون امام مالک رحمه الله و امام شافعی و غیره حکمشان، در امام بخاری رحمه الله و اینها حکمشان در قضیه همی است که طلاق در چنین صورت در این ملغا هست، این ملغا لغو می باشه و از قسم خود قسمی که شیخ اسلام تیمیه رحمه الله و بعضی دیگر از علما میگویند از قسم خود کفاره میدهد و طلاق در اینجا طلاق صورت نمیگیره و کاملا ملغا می بوده باشه، چون باید وقتی که این طلاق را صادر میکند باید که محل داشته باشه، اما اینجا محل نداره. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که گفتن 22 سالم سن دارم، گفتن که دچار سرطان شدن و پای چپشان رو از دست دادن به خاطر مریضی سرطان. الان سوالشان این است، گفتن که در هنگام نماز خواندن سرم به زمین نمیرسد و هنگام وضو هم نمیدونم وضو هم صحیح هست یا نه، چون که هر جور که سعی میکنم باز هم ذره از ادرار بر روی لباس هم میریزن و این هم باعث دلشکستگی من میشود. چه کار کنم؟
قبلا در چیز جواب گفتیم که الله تبارک و تعالی لا یکلف، الله تعالی میفرماید که فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتان شما از الله تبارک و تعالی بترسید. و همچنان از آیه دیگری که در آخرین آیه سوره بقره هست میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تبارک و تعالی هیچ شخصی را مکلف نمیسازه مگر به اندازه توانش. پس آن چیزی که از دایره توان شخص بیرون بود، مکلفیت اون و حکم او ساقط می شود. لذا ما از این بالاتر داریم که یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به کسی که نمیتونه سجده کنه استاد میگه که به اشاره باید که به اشاره نماز بخونه، اگر به اون هم نشد به اشاره درست. حتی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه در جریانی که بیماری چیز داشتن، بواسیر داشتن، رسول الله صلی الله علیه و آله به زیارتشان رفت که اونها برای اینکه سرشان نمیتونستن به زمین برسانن تکیه را پیش روی خود گذاشته بودن، بالای او سجده میکردن. رسول الله صلی الله علیه و آله تکیه را دور کرد و فرمودن که اگر توان داشتی استاده نماز بخوان، اگر نه توان نداشتی در جای نشسته، اگر اون هم نشد به اشاره. و در اینجا در راجع به سجده هم اگر توان داشت ورنه با اشاره تا به حدی که میتونه به اون کفایت میکنه. و بالاتر از این گفتم مسئله دیگر راجع به ادرار هست. کسی که سلیسل بول هست، یعنی ادرار او همیشه درست قطرات سوزاکی داره و همیشه قطرات از او میرزه، اینجا حکم شریعت در او واضح هست که مکلف نیست مگر به اینکه برای هر نماز یک وضوی بگیره تا در و نماز خود در اون وضو بخونه. در این جریان در وسط هر آنقدر که یعنی حالات بی‌وضویی به او پیش میشه برای او مضر نیست، چون در دایره توانش نیست. و همچنین زنی که خون ریزش داره، خون ریزش های استحاضه داره و اونها هم نماز میخوانه و در جریان هر حالات بی‌وضویی که اگر در غیر این حالت مرضی می بود وضوی او فاسد و باطل بود و نمازش نمیشد. ما در اینجا چون مشکلی داره که برای اون قابل علاج دیگر نیست، چون چاره دیگری نداره، شریعت در اینجا از او گذشت کرده. لذا جای هیچ نوع تردد یا که رنجیدن و رنجش در اینجا برای برادر عزیز وجود نداره و همین که به هر شکلی که تا به حد توانشان اونها انجام میتن، اگر آنچه که از دایره توانشان بیرون هست به اون مکلف نیستن و الله تبارک و تعالی توفیق بیشتر و توفیق و هدایت بیشتر برای اونها و برای ما و جمله اهل اسلام نصیب کنه و اونها را در تمام کارهایشان و در مجموع زندگیشان و در تمام نیازمندی هایشان مدد فرماید و یار و یاورشان باشد. آمین. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیز وصله و بازم تکرار میکنم بینندگان عزیزی که میخوان تماس بگیرن سوالاتشون آماده بکنید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید. اولین بیننده رو وصل کنید. السلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. یکی این صداتون رو بلندتر کنید، صدا خیلی پایینه. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خدمت اردو بزرگوار تقدیم میکنم. نام فرید حبیبی است و من یک 4 سوال داشتم از استاد محترم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول من است که وقتی که من به نماز جمعه میرم، بعضی از مردم در موقع خواندن خطبه، یعنی بخش اول خطبه، اینا دستهای خودم بسته میکنن مانند کسی که در قیام ایستاده باشند و در جریان خواندن بخش یا قسمت دوم خطبه دستای خودش رو مثل کسی که در تشهد نشسته قرار میدن.
من میخواستم پرسان کنم از استاد محترم به چی دلیل این عمل رو انجام میدهند؟ آیا حدیث وجود داره یا خیر؟ سوال دوم ما، هنگامی که نماز جمعه را حدیث از پیامبر صلی الله علیه و در مسلم شریف درست که میگن پیامبر صلی الله علیه و میفرماید هنگامی که نماز جمعه را خواندی متصل به آن تا وقتی که صحبت نکرده یا بیرون نرفته نماز دیگری نخوان، زیرا این دستور خود مسلم شریف میگه این دستور پیامبر صلی الله علیه و است. ایرام اگر سبب و یا علتش بر ما توضیح بدن. و سوال سوم همچنان از حدیث مسلم شریف است که پیامبر صلی الله علیه و فرمودند که بعد از خوردن گوشت شتر باید وضو گرفت و همچنان در خوابگاه شتر نماز یعنی نخوانه. این دلیل و علتش از استاد محترم خواهش میکنیم که بر ما لطف کنن. و سوال چهارم ببخشید سوال زیاد کردم. خواهش میکنم. سوال چهارم من راجع من خودم افغان هستم و در افغانستان وقتی کسی میموره شاید به استاد بزرگوار معلوم باشه که مولا یا مولوی پیش از اینکه مرده رو در قبر بگذارن در یک سنگ کوچک کلمه شهادت نوشته میکنن، کوره به نام لاتسنگ میگن. کوره بعد از اینکه مرده رو گذاشتن باز در جلو شروعش قرار میدن. درست. ما در هیچ کتاب از اسلامی نخواندیم. آیا ایام کدام حدیثی است با اساس چی کار انجام؟ امیدوارم که سوالای مرا گرفته باشید. بله سوال واضح، انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. سلامت باشین. تماس بعدی برنده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم برادر، من میخواستم یک مسئله صحیح پرسان کنم از مولوی صاحب یا استاد محترم. ما از افغانستان هستم، در همین مسئله اکرفتن به افغانستان همگی میره، همگی به رشوت میره، در اون دفترها در دولت باید رشوت بدی که کار تو شود، در غیر از اون امکان نیست برادر کار تو شود. دیگه ما گرچه در لندن زندگی میکنم، ما می تصمیم دارم که من نمیفهم چطور کنم. از لندن امکانات داره به این قیمت است، ولی از افغانستان میتونم فامیلا رو با خود ببرم، مینال در اونجا رشوت میگیره. ما ایران ماندیم خودتون باید کنم. درست. سال دیگه هم دارین؟ تشکر امیر، برای ما یک لطف کنیم یک دوست انشالله. خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. من دو تا سوال داشتم استاد. سوال اول من در مورد یک خانومی هست که ایشون نزدیک به 3 ساله که از شوهرش جدا زندگی میکنه و سر طلاق هست، ولی شوهرش طلاقش نمیده. این تکلیفش این برای من توضیح بدید. بعد سوال دوم منم در این هست که یه زن شوهری هستن که صاحب اولاد نمیشن. بعد اینا اون آقای بچه های برادرزاده خودشو 3 تا رو به فرزندی قبول کرد. برای اینا شناسنامه به نام خودش گرفته. حالا من بدونم این آقا که آدم ثروتمندی هم هست، بعد از مرگش تکلیف حالا این چی میشه؟ فقط این 3 تا بچه ازش ارث میبرن یا نه بقیه خانواده مثل برادرزاداش، برادراش اینا هم ازش ارث میبرن؟ درست. بچه برادرزاده‌شون است. یعنی بچه برادرزاده رو به اسم خودش زده، شناسنامه به اسم اینا زده گرفته. اسم خودش بله، 3 تا از بچه‌های برادرزاده رو به نام خودش. فکر کنم سوالتون رو توی سوال شهر یعنی SMS خوندیم فکر کنم. یعنی همچین سوالی رو ما خوندیم. من الان تلویزیون رو روشن کردم، ببخشید متوجه نشدم. چون همین سوال در برنامه پرسیده شد و جواب داده شد. ان شاء الله دوباره میپرسیم. خیلی ممنون. سلامت باش. تماس بعدی بیرنده رو بست کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. سوال اول، 2 سوال داشتم. سوال اول، همین حدیثی وجود دارد درباره نوشیدن تخم درخت هیلبا و کریستال هندی
تخم درخت هیل و قسط الهندی. قط الهندی؟ قسط هندی. سوال دوم درباره هیجامه، آیا این درست است و به چه طریق آن را به جا آوردن ممکن است؟ پوشیدن بیجامه؟ هیجامه درست. بله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. الو، برنامه پرسش و پاسخ؟ بله، برنامه پرسش و پاسخ و منتظر سوال شرعیتون هستیم. میگم جناب این حاج آقایی که الان اومدن پشت تلویزیون دارن جواب میدن، یعنی سوال شرعی دارین الان شما؟ اگه سوال شرعی دارین بفرمایید، اگر ندارین برنده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. 3 تا سوال داشتم میخواستم بگم. سوال اولتون؟ سوال اول شیوه خوندن نماز جمعه بود، چون من تو مسجد شیعه ها یه بار خوندم، هنگام اذان ظهر نماز جمعه رو خوندن، نماز ظهر هم به جا نیاوردن، رفتن نماز عصر رو خوندن، 2 تا هم قنوت گرفتن. میخواستم بدونم این صحیحه یا غلطه. سوال دومم اینه که تو مفاتیح نمازهای اومده راجع به مثلا پیامبر صلی الله که نوشته نماز مخصوص حضرت رسول، یعنی در کتاب مفاتیح الجنان، بخشید من در کتاب مفاتیح الجنان نه شیعه، بله شیعه اومده که مثلا نماز مخصوص حضرت علی رضی الله یا سلمان فارسی یا جعفر طیب. میخواستم ببینم اونا صحیحه میتونیم بخونیم یا غلطه. سوال سومم این بود که میخواستم بدونم پیامبر صلی الله اشرف انبیاست یا نه. درست. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سلام علیکم. راجع به سوال قبلی، سوال دومتون، سوال دومتون که گفته بود نمازی مخصوص یا که صلوات مخصوص؟ ظاهرا اینا نماز مخصوص دارن، این نماز حضرت علی، نماز جعفر طیار به این صورت. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما آخرین بیننده هستین، در خدمت شما هستیم. قربان ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. سوالی داشتم الان ربط پیدا میکنه این برنامه، میتونم بپرسم؟ اگه سوال شرعی هست بفرمایید، اگر نیست انشالله در برنامه مخصوصش سوال بپرسید. الان میگم اگه انشالله ربطش جواب بدن، اگه نداشت که خب ببخشید. مثلا حادثه قدیر خم که در موردش صحبت میشه، آیا واقعا اتفاق افتاده یا نه؟ حادثه قدیر خم انشالله. تشکر میکنم از شما. از بنده گرامی تشکر میکنیم و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب دکتر آقا فرید چند تا سوال پرسیدن که سوال اولشون گفتن که در منطقهشون رسم است که وقتی روز جمعه به نماز میروند
مردم در بخش اول خطبه دست خود را به حالت نماز دست بسته میبندند مانند قیام و در بخش دوم خطبه مانند تشهد می نشینند. آیا نظر شرعی این دلیلی برای این کارشون وجود داره یا نه؟ این هیچ اصل شرعی نداره. خلاص ماشاءالله. سوال بعدی بیننده در مورد نماز جمعه هست. گفتن که آیا یعنی حدیث رسول الله گفتن وجود داره که وقتی که گفتن نماز جمعه را خواندی تا بیرون نرفته ای نماز دیگر را نخوان؟ این حکم حدیث وجود داره، منتها حدیثی که مخصوص جمعه هست این حکم مخصوص تنها جمعه نیست، بلکه حدیث صحیحی که در اینجا هست مخصوص هر نمازی با جماعت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند پیش از که وقتی که نماز فرض ادا میکنه بعد از ادای نماز فرض او را با نفل پیوند ندهد مگر اینکه در میان از اونها سخنی بگوید یا اینکه حتی یخرج او یتکلم، یا تا اینکه بیرون شود از جای خود و یا اینکه حرف بزند. در اینجا در شرح علمای اسلام میگویند که اگر از جای خود بیجا شد، یعنی این جای خود بیجا شد رفت در صفحه دیگره یا در نقطه دیگره ادا کرد، خروج به شمار می رود از جایش، بیرون شدن از جایش، و اینکه در بهتر است که رفته در خانهش بخونه. قسم میکنه به اکرم صلی الله علیه و آله صحابه کرام همیشه توصیه میکردن و میگفتن که بهترین نمازتان نمازی است که در خانه خود میخواند، ما سوای نمازهای فرضی، ما سوای رکعاتی که فرض هست، هر آنچه غیر از او هست بهترینش اون است که در خانه ها ادا شود. و همچنان توصیه میکردن که صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، در خانه هایتان نماز بخوانید و خانه هایتان را چون قبرستان نسازید، که از هم علمای اسلام استدلال میکنن که در قبرها در قبرستان نماز خواندن روا نیست. این نکته راجبه چیز بود. و راجب از سخن گفتن هم میگوین که کسی که از کار بعد نمازی که مسنون آمده اونها را کامل بگوید، خود او هم بدیل سخن گفتن به شمار می رود. اما متصل پس از سلام، قسمی که رواج های بسیاری ها هست در بسیاری جاها بنابر بعضی احادیث ضعیف و بی اساس که راجب سنت بعد از نماز مغرب آمده و مانند از او که اون حدیث صحت نداره، ضعیف است، به استناد او بعضی ها هم متصل بعد از نماز سلام از نماز فرض بلند شده شروع میکنن در ادای سنت و این خلاف سنت هست و بلکه خلاف تأکیدات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امر ممنوع هست که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از این منع فرمودند. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که آیا این حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیرین و یا در خوابگاه شتر نماز نخوانید؟ بله، هر دو حدیث صحیح است و این احادیث وقتی که به مانند این میاد لازم نیست که هر حکم شریعت ما حکمت او را حتما دانسته باشیم. گاهی حکمت او را میدانیم و گاهی نمیدانیم. و در عموم در گوشت شتر کسایی که تلاش کردن که حکمت ذکر کنند، البته این چیزی که نیست که در نصوص شرعی آمده باشه، اما بعضی که تلاش کردن که به حکمت و علت های پی ببرن، چون ما دانستیم یا ندانستیم اگر از رسول الله صلی الله علیه و آله و در قرآن کریم برای ما ثابت شد، دیگر مسئولیت واجبه ما و هر مسلمان هست که آمنا و سلمنا بگوید و این معنای اسلام هست. آنچه که دانستی که ای در اسلام آمده و صحیح هست در شریعت اسلامی، دیگر مجال ترددی در پذیرفتن او نداشتی، ورنه ایمان دارای خلل هست. گاهی در حکمت او را میدانیم و گاهی نمیدانیم. منتها در راجع به گوشت شتر میگویند که خیلی سخت هست که نوع حرکت
و همچنان تأثیر بالای معده و مفاصل و چیزهایی داره که با از سر وضو گرفتن اون آثار او تخفیف پیدا میکنه و تقریبا میشکنه. اما این قسم قبلا گفتم امر دقیقی نیست که 100% بالای از اطمینان ما بگوییم، چون همیشه برای هر حکم شرعی علت و دلیل بیرونی عقلی بیرونی ما نمیتونیم که داشته باشیم یا که درک بکنیم. ما موضوع حتی وقتی که در اینجا باشه موضوع اصلی وضو برای نماز ما برای حکم برای اطاعت از حکم شرعی برای علت خاص دیگره که شرع با وضو بوده باشه نماز بخونه، بدون وضو چی اشکال داره؟ اشکالی که شریعت منع کرده و الله تبارک و تعالی در شریعت الهی آمده که لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا. کسی که به وضو شد وضو شکست نمازش الله تعالی قبول نمیکنه تا اینکه دوباره وضو نگیره. الله تبارک و تعالی نمی قانونه گذاشته و ما تسلیم میکنیم. راجع به خوابگاه اشتراها هم دو موضوع هست. یکی موضوع این که مشکل راجع به مثلا چیزی از اونها هست، جایی از اونها، و همچنان موضوعی که مثلا هر لحظه ممکن شتر آمده و انسان را زیر پای بکنه. یعنی این یکی از حکمت‌های بیرونیش است، اما اصل علت گفته نمیشه که در اونجا شریعت اسلامی بر مبنای از او حکم صادر کرده، چون اصل علت در نصوص شرعی بیان نشده و این یک تلاش هایی برای فهم حکمت و علت هست و بس. لذا در خوابگاه بزرگ گوسفند و اونها اجازه داده شده، چون این خطر در او وجود نداره. و بعضی ها مسئله دیگری هم در اینجا پیش میکنن که پارو و سرگین حیوانات بزرگ مشکل نجاست خاصی دارن که در سرگین و چیز گوسفند و بز در اون تخفیف صورت گرفته. به هر حال این مسئله جداگانه است که محل بحثی جداگانه خود داره، اما در مسئله گفتم حکمتی خاص و دقیقی که 100% همون بوده باشه چیزی شرعاً بیان نشده و همگی از اینها تلاش های برای فهم او هست. میشه درست باشه و میشه اشتباه باشه، اصل حکمتی اصلی چیزی دیگری بوده باشه یا که تنها فرمان الله تبارک و تعالی راجع به قضیه. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که در منطقهشون در افغانستان رسم است که وقتی کسی میمیرد یک شخص، یک مولوی به سر قبر میرود و بر روی یک سنگ کوچکی شهادتین را می نویسد و یا می خواند و آن را پیش روی مرده قرار می دهد. آیا این کارش دلیل شرعی وجود دارد یا نه؟ نه، چیزی شرعی در این وجود ندارد. آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و ثابت هست بالای قبر دعای استغفار و برای کسی که دفن می شود و همچنان نبی اکرم صلی الله علیه و فرمودن در زمانی که سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه را دفن کردن، فرمودن که سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه را ببخشید سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه را که بعد از جنگ خندق در اثر زخمی که در جریان جنگ خندق برداشته بودن به شهادت رسیدن، اونها را وقتی که دفن کردن فرمودن که سر الله علی اخیکم التثبیت فانه الان یسأل. شما برای برادرتان ثابت قدمی و پایداری در پاسخگویی به پرسش های نکیر منکر و ملائکه های پرسشگری قبر را از الله تبارک و تعالی طلب کنید که فعلا او دارد محل موردی بازپرس قرار گرفته. پس در اینجا چیزی که از دعای استغفار هست و دعای ثابت قدمی برای او الله تبارک و تعالی زبان او را در پاسخ گفتن به چیزهای سوالات
ملائکه های موظف به پرسش که به نام نکیر پرسش در قبر که به نام نکیر منکر یاد میشوند او را ثابت قدم میگذاره و اون را قسمی که در آیه قرآن کریم آمده که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الاخره پایدار به گفتن کلمه حق و جوابهای درست پایدار بدارد و ثابت قدم داشته باشد. پس این چیزی است که در شریعت آمده، اما بالای سنگ یا چیزی دیگر کلمه شهادت و یا هر آن چیزی دیگر یا که نام شخص معرفات و غیره او را نوشتن و اونجا گذاشتن چیزی اگرچه از قدیم ها یعنی در قرن 3 و 4 هجری هم این رواج پیدا کرده بوده، قبل از اون نبوده، بعد از اون رواج پیدا کرده بوده، بعد از اواخر و نیمه دوم قرن 3 و همچنان در قرن 4 بیشتر رواج داشته و قرن 5. اما این بنابر حدیثی که صحیح است در صحیح مسلم آورده و در مسند امام احمد میگه که بالای قبر، میگه قبر 4 چیز مربوط به قبر منع کرده. یکی از اونها هست پخته کردن قبر، بلند کردن قبر و نوشتن بالای قبر و 4 نشستن بالای قبر. در نشستن بالای قبر حد که حرمتی میت هست و در نوشتن بالای قبر و همچنان گشتکاری و پخته کردن و بلند کردن او راه همکاری برای وسوسه های شیطان هست که در بعدها او را به یک زیارتگاه و مزار مبدل بسازه و بالاخره از دایره توحید مردم را بشست و نوعی از غلو در صالحین و نیکها انتقال داده و به شرکیات بکشانه. و این یکی از علتهای اساسی است که در اینجا این چیزها منع شده. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که میخوان به حج بروند و خانواده هم به حج ببرند، اما گفتن که در زمان حالی این کار ممکن نیست مگر اینکه رشوت بدهند. آیا دادن رشوت برای رفتن به حج خودشان با خانواده و برای سهولت در این کار جایز هست یا نه؟ سوال خیلی سختی هست و دارای اشکال شدیده، چون رشوت یکی از امور محرمه هست و کارهای حرام است در شریعت که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که لعن الله الراشی و المرتشی و الرائش. الله تبارک و تعالی رشوت دهنده، رشوت گیرنده و وسیط بین اونها را، کسی که در این قضیه رشوت وساطت میکنه اونها را همگیشان لعنت بکنه. پس الله تبارک و تعالی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دعای لعنت و نفرین میفرستن برای این شخص. این قضیه اشکال شدید شرعی خود داره، منتها در یک حالت برای کسی که رشوت میدهد علمای اسلام نوع معذوریت و مجبوریت برایش گفتن که در حالتی که حقوق او تلف میشه و تمام حقوق خود از دست میده مگر اینکه چیزی تقدیم بکنه، در اون صورت مجال با استغفار برای او یعنی سهولت ذکر کردن در غیر او در حالات عام اینجا از اشکال خاص خود خالی نمی باشه. بله اگر قضیه از این قرار هست که سهمی کسی دیگری برای از او داده می شود، در این صورت هیچ مجال برای وجود نداره. با تقدیم رشوتی که این میکنه سهمی دیگری را برای او میدهن و او شخصی را که مستحق اصلی است از سهمش محروم میکنن. در این حالت هیچ مجال برای این کار وجود نداره.
اما در افغانستان برای فعلا اگرچه موضوع قضیه رشوت هم هست، اما تعمیمی که برادر عزیز داشتن اون تعمیم به یعنی اساسی نیست، بلکه بسیاری ها میاین بدون اینکه رشوت تقدیم بکنن. اکثر که از اطراف و اکناف میاین. به هر حال الله تبارک و تعالی این مشکل حل بکنه و همه ما را و به ویژه این طبقه که خدا منسوب به دین و به دیانت و به علم دینی میدانند، چه طبقه مسئولین مربوط به حج هست، چه طبقه مسئولین قضا و عدلیه و محکمه و این چیزها هست. تمامی از اینها را الله تبارک و تعالی هدایت و توفیق نصیب بکند تا اینکه جزئی از محور شیطان در کشور اسلامی و جزئی از دسیسه های ضد اسلام قرار نگیرن. واقعا جای اسفناک هست که یعنی این عمل کرده این چنینی ما کسانی که خدا منتسب به دین و علم دینی و کار کرده شرعی میدانند باعث ای شود که خیر مسلمان ها از به او استناد کنند برای خلل در نظام اسلامی و بعضی ها از این دل زده شده و به انحراف های دیگری روی بیاورند. پس این مسئولیت این جرم اضافی از جرم اصلی هم به دوش این طبقه است. ما به ویژه و مخصوصا در این حالاتی که از همه اطراف غیر مسلمان ها و بیدین های سیکولار و دموکرات و مدعیان دموکراسی و لیبرالیستی و دیگرها همه که از هر نقطه با شیوه های مختلف بر اسلام و دعوت اسلامی هجوم برده و در حال دسیسه هستند و این خللی که در این افراد وجود داره و در خللی که در ما اونها میبینن، این یکی از سلاح‌های حتاک و فتاک از آنها در این هجومشان بر پیکر شکسته عالم قوت اسلامی و حرکت اسلامی هست. الله تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق و هدایت نصیب کنه. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خانمی نزدیک به 3 سال است که از شوهرش جدا زندگی می کند ولی شوهرش حاضر نیست که او را طلاق بدهد. تکلیف چیه؟ تقریبا این واضح نیست. 3 سال می شود که شوهر با او همخوابی نداره. این یک چیزی که ما در شریعت اسلامی داریم به نام ایلا هست که در سوره بقره الله تبارک و تعالی راجع به این بیان میکنه. والذین یؤلون من نسائهم، کسانی که از نزدیکی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، برای کسانی که از نزدیکی به همسرایشان قسم یاد میکنن که ما با همسر خود نزدیک نمیشوم، برای از اونها مهلت و فرصت تربص 4 اشهر انتظار 4 ماه است. تنها 4 ماه اونها برایشان فرصت داده میشه و که از این جنایت خود برگردن. فإن فاؤوا، پس اگر رجوع کردن برگشتن به انسانیت و عدالت، فإن الله غفور رحیم، پس یقینا الله تبارک و تعالی بخشاینده و مهربان هست. این گناهی که در اینجا مرتکب شدن الله تبارک و تعالی میبخشه ان شاء الله. و این عزم الطلاق، اگر عزم جدایی را کردن، طلاق را کردن، فإن الله سمیع علیم، یقینا الله تبارک و تعالی شنوا و دانا هست. در اینجا
آنچه که در قضیه در باب ایلا که یکی از بابهای فقه اسلامی هست و در کتاب‌های حدیثی هم میاد، مثلا که در اینجا میکنه که محکمه شرعی موظف هست که شخص را بعد از تکمیل شدن 4 ماه طلب کنه و بالای او این جدایی را تثبیت بکنه. یعنی محکمه موظفیت تفریق میان آنها را داره و گرفتن طلاق از او را. اگرچه بعضی از علما میگن که با سپری شدن 4 ماه اگر رجوع نکرد خود به خود به معنای عزمی طلاق است، چون مهلتی که برایش هست تنها 4 ماه است. در غیر از او اون فرصت بیشتری رو ندارد و موضوع 30 سال موضوعی است که خیلی خطرناک و این جنایت است خیلی بزرگ که اگر شخصی که در این مظلومیت قرار گرفته او را نبخشد در روز قیامت، قسمی که احادیث آمده، با پهلو و بازو و تن کج و فلج حشر می شود. همچنان یعنی مسئله که راجع به طلاق است، پس راجع می شود به چیزی که در این قضیه فیصله میکنه محکمه هست که فیصله میکنه و این فیصله بالای از او جبری و قطعی می بوده باشد که اگر رجوع کرد ورنه به مسئله درست، ورنه جدایی در اونجا حتمی می باشد از لحاظ شرعی. درست. جزاکم الله خیر. سوال بیننده بعدی یا سوال خود بیننده در مورد قضیه فرزندخواندگی بود که قبلا سوال پرسیدنی در سوالای SMS بینندگان جواب داده بودیم که دوباره این سوال پرسیدن و دوباره سوال رو تکرار میکنیم که اگر شخصی که صاحب اولاد نمی شود چند تا از فرزندان برادرزاده اش را به فرزندی قبول کند، بعد از مرگش ارث او چگونه تقسیم می شود؟ آیا شرعاً آن دو کودک و همسرش وارث او هستند یا سایر اعضای خانواده اهم از برادران و برادرزاده های دیگر نیز از وی ارث میبرند؟ اینجا در قضیه ارث موضوع فرزند خواندن هیچ چیزی اعتباری ندارد، بلکه تمامی ورثه مجموعاً هر کس مطابق سهم خود میراث میبرن و اینها هم اگر از جمله ورثه بوده باشند سهم خود مانند سایر ورثه میگیرن. اگر از جمله ورثه نبودن میتونه که برای اینها، یعنی چون اگر برادر مباشر داشت اینها از جمله ورثه نمی باشن، پس در این صورت میتونه که تا وصیه که برای از آنها 1/3 وصیت کنه، تا وصیه که مال خود تا به اونها وصیت کنه، و یا این که برای قبل از وفات خود در زندگی خود در صحت کامل خود برای از اونها ملکیتی بعضی از املاک خود به اونها انتقال بده و با اونها به عنوان هدیه و بخشش به اونها بدهد. مگر یک حالتی دارد که دیگر ورثه هیچ نبوده باشه، در این صورت این فرزند خوانده اینجا اصلا اینها برادرزاده هم هستن که خودشان وارث می باشن. یعنی در صورتی که فرزند خوانده بیرونی باشد و بدون که قرابت در وسط بوده باشد، اگر وارثی دیگر این شخص نداشت، کسی که مستحق میراث او می شود همین فرزند خوانده به عنوان ولایی که وجود داره چیز می باشه، وارثی می باشد و اونها هم اگر وفات میکنن وارثشان همین شخص می باشه. اون تا حالت استثنایی است که در صورتی که دیگر وارثی نداشت. جزاکم الله خیر. آیا حدیثی در مورد تخم هیل و قسط هندی وجود دارد؟ راجع به تخم هیل چیزی من نمیدانم، اما راجع به قسط هندی احادیث صحیح وجود داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله بعد تداوی به او وصیت کردند و حتی خودشان هم در بعضی تداوی ها از او استفاده کردند. به نام عود هندی هم یاد میشه و به نام قسط هندی هم یاد میشه و احادیث در او صحیح است. یعنی حالت بخور داره دیگه؟ بله، حالت بخور هم داره و حالتی که دوای چیز یعنی معده او را گرفته در دماغ ها هم میگذاشتن
یعنی حالات اشکال استفاده متعددی داره. هم به شکل بخور استفاده میشه و هم به شکل پودری از او استفاده میشه در گذاشتن در دماغها و یا استفاده از طریق دهن و غیره. انواع صورت های استفاده متعددی داره که به هر یک از اونها چنانچه طب بیان میکنه. موضوع برمیگردد انواع طریقه های استفاده و غیرش، ترکیب و غیر ترکیبش، اینها رو چیزی که طبی طبیعی اینها را جوابگو می باشه و تفاصیلش از طریق حکما شناخته می شود. درست. بیننده بعدی پرسیدن حجامه از نظر شرعی آیا درست است؟ بله، حجامه از نظر شرعی یکی از تداوی هایی است که در شریعت به او توصیه شده. درست. بیننده بعدی گفتن در مورد شیوه نماز خواندن نماز اهل تشیع البته گفتن که در نماز جمعه در مسجد شیعه هنگام اذان ظهر یا بعد اذان ظهر نماز جمعه رو میخونن بدون نماز ظهر و بعد نماز عصر رو میخونن. آیا این کار درسته یا نه؟ بله، در جایی که جمعه خوانده می شود دیگر ظهر که جای همون ظهر ساقط هست. جمعه بدیل شرعی، نماز جمعه بدیل شرعی نماز ظهر هست. ولی کسی که بعد نماز جمعه نرسید اونجا باز به حساب فردی خود که میخوانه نماز ظهر میخوانه. یا در جایی که نماز جمعه برگزار نمیشه و اونها چی میخوانن؟ نماز ظهر میخوانن. درست. دوباره سوالشون در مورد این بود، گفت در کتاب مفاتیح که مال شیعه هست نمازهایی وجود داره، نمازهای مخصوصی برای اشخاص مخصوصی، مثل میگن نماز حضرت علی، نماز جعفر طیار. آیا چنین چیزی در دین اصلی اسلام وجود داره یا نه؟ بله، این مجموعی از ترکیبات دینی ساخته بعدی ها هست که یک چیز اضافه از خود ساختن و در دین اضافه کردن برای تغییر و تبدیل دین. مسئله دیگری که راجع به موضوع سوال قبلی قابل یادآوری هست این که در صورتی که امام جماعتی که نماز پشت سر او خوانده می شود، امام جمعه یا امام جماعت هر یکیش که بوده باشه، نماز با جماعت پشت سر او ادا می شود، در صورتی که اون شخص معلوم الحال دارای عقیده های شرکی و کفری بوده باشد، نماز پشت سر او نمی شود. و نمازی که پشت سر او کسی میخوانه باید اون نماز لازم به اعاده هست، اگر یعنی شخص به حساب محیط و یا اینکه گریز و یا اینکه قضیه اینکه محل دسیسه و یا تخریب دشمن قرار نگیره یا تخریب ناآگاهان قرار نگیره که شخص به نماز و به اینها علاقه نداره، در جماعه در اونجا اگر حضور پیدا میکنه، بالای او لازم هست که چون دانست که این امام با شرکیات و کفریات عقیده داره، چی از شرکیات سجده به غیر الله و عبادت خواهی از غیر الله و دعا و حاجت خواستن از نمباشر از غیر الله تبارک و تعالی، و چی موضوعی که آنچه که تصوف خرافی هست که به او هم در پهلوی ابن عربی صاحب فصوص الحکم و ابن سبعین و حلاج و دیگرهایی که عقیده وحدت الوجود و وحدت حلول و این چیزها را قائل هستن، همچنین فرید عطار و اینها، کسی که با این عقیده هست، عقیده وحدت حلول و وحدت وجود، پشت سر او هم نماز خواندن درست نیست، نماز پشت سر او نمی شود. یعنی موضوعی که درست بودن نماز خواندن پشت سر از او یک مسئله هست که اون تابعی وضعیت و محیط خود هست، اما اینکه این نماز پشت سر از او ادا می شود این مسئله جداگانه است. اگر چاره دیگری و امام دیگری نیست که پشت سر از او نماز ادا شود، در جماعت حاضر می شود اما نماز پشت سر او
نمیشه، چون نماز خودی او قبول نیست، چون عقیده او صاف پاک نیست. یعنی باید شخص اعاده بکنه دوباره نماز. بله، باید شخص اعاده بکنه، در مسجد حاضر میشه و در اونجا با مردم صحبت میکنه، دعوت حق برایشان میرسانه تا اینکه راهی تخریب و دلیل سازی و بهانه سازی برای دشمن این راه را بسته باشه. اما نماز اعاده میکنه، نمازی که پشت سری کسی که معلوم الحال دارای عقیده شرکی یا کفری هست، چی عقاید شرکی که بعضی از منسوبین به تسنن به او گرفتار هستن و چی عقاید شرکی که جامعه تشیع به او گرفتار هست، نماز او نمیشه و باید که اعاده بکنه، چون نماز نفر اصلی نمیشه. اما اگر شخص به بدعت‌های گرفتار باشه که امام جماعت به بدعت‌های گرفتار هست که مخالف شریعت هستند، اما کفری صریح و واضح و مخرج من المله نیستن. درست. اگرچه لوازم اونها لوازم کفری یا شرکی داشته باشند، در اون صورت نماز پشت سری او میشه و اعاده دوباره لازم نیست. از همین قبیل هست مسئله ای که باورهای امام راجع به نواقض اسلام یا که راجع به نواقض وضو و امثال او متفاوت با باورهای مقتدی بوده باشد، در این صورت هم هیچ اشکال در اقتدا وجود ندارد، چون او با مطابق به همون باورهایش نمازش نزد الله تبارک و تعالی معتبر هست. اما در حالت کفر و شرک الله تبارک و تعالی از مشرک عبادت را قبول نمیکنه و شرک و کفر محل عذر ندارن، مرتکب به او شرعاً در ادای تکالیف شرعی معذور شمرده نمیشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشرف الانبیا است؟ بله، در شکی نیست و این مسئله اتفاقی هست و احادیث متعددی در بیانگری هست. درست. حادثه غدیر خم آیا واقعا اتفاق افتاده است؟ غدیر خم جمع شده صحابه بعد از برگشت رسول الله صلی الله علیه و از حجت الوداع و جمع شدشان در غدیر خم و توصیه رسول الله صلی الله علیه و به اونها و تصحیح غلط فهمی بعضی از صحابه راجع به قضیه استعفایی که علی رضی الله تعالی عنه انتخاب کرده بود که اونها تصور کردند که این خلاف شریعت هست، برای خود یک سهمی گزینشی انتخاب کرده بود از غنایمی که در یمن به دست آورده بودند. نبی اکرم صلی الله علیه و این مفهوم را برایشان تصحیح کرد و قضیه گرامی داشته علی رضی الله تعالی عنه را برایشان تأکید کرد. این تا این قسمت صحیح است. از اون به بعدش قسمت نسب خلیفه و نسب خلافت و امثال این نسب او به عنوان خلیفه و وصی و امثال این چیزهایی است که از بافته های زندیقانی که اولین آنها عبدالله ابن سبا بود و بعدی های از اونها که تا زمان ما چون خمینی و خامنه‌ای و محسنی و قبل از اون مجلسی و نمیدانم چی هست قمی و غیره وجود داشتن و دارن. تمامی از اینها از بافته های این منحرفین هست و هیچ اصلی در احادیث صحیح نداره، اگرچه تعداد زیاد از اونها تلاش کرد که احادیث زیاد بافته و وارد کتاب‌های وارد جامعه دین اسلامی بسازن و اما علمای اسلام و علمای حدیث شناس دقیقاً مو به مو آنها را جدا کردن و چیزی در آنها نگذاشتن. بله. تشکر میکنم از شما. آقا ابو صلاح از اهواز گفتن که ما در اهواز مسجد برای اهل سنت جماعت نداریم و اگر در یک جایی جمع بشویم و نماز جماعت بخوانیم ممکن است از طرف دولت مورد آزار و اذیت قرار بگیریم. آیا خواندن نماز در این حالت در خانه جایز است یا نه؟
در چنین حالتی انشالله اشکالی نداشته باشه. درست. بیننده بعدی گفتن که کفن میت زن چند تکه است؟ 5 تکه. مال مرد چند تکه است؟ 3 تکه. درست. اگر زنگ گوشی قرآن باشد آیا درست است یا نه؟ این بنابر چند وجوه مکروه پنداشته میشه و یکی این که بس اوقات انسان در بیت الخلا و جاهای نامناسب می بوده باشد که در اونجا خواندن قرآن کریم و ذکر قرآن کریم نوعی کراهت می داشته باشه. پس این در حالت قضای حاجت و غیره این یک چیز است. دوم در آیات های قرآن کریم مثلا احیانا انسان بنابر کار یا که ضرورت یا چیزی که داره وقتی که گوشی زنگ خورد و زنگ آمد در اون صورت مجبور می باشه که او را خاموش بسازه. گاه بالای کلمه خاموش می سازه که اون معنای آیت را فاسد می سازه و احیانا خطری مثلا کفری یعنی ارتکاب کفری در او لفظ معنای کفری میمانه. مانند که مثلا کسی در گوشی او لا اله الا الله بوده باشد یا که اشهد ان لا اله الا الله ناگهان بالای اله او را خاموش میسازه. میشه که لا اله هیچ خدای وجود نداره و این در ذات خود یعنی خطر داره. اگرچه نمیگویم که او شخص با این کار کافر شده اما این خللی شدید در اون وجود داره. از این رو علما توصیه میکنن که باید از چنین زنگ برای گوشی خودداری بکنن. درست. جزاکم الله خیر. آیا اگر شخصی روزه خود را همراه با عربستان بگیرد قبول هست یا نه و یا باید همراه با کشوری که در آن زندگی میکند روزه برود؟ این مسئله دارای اختلاف فقهی در اینجا وجود داره. اصلا روزه مرتبط به شخص خاصی نیست یا جهت خاصی. روزه مرتبط به دیدن ماهتاب هست. ماهتاب هرگاه دیده شد و راجح همین هست که ماهتاب هرگاه دیده شد در هر گوشه از گوشه های جهان اسلام دیده شد. بالای مسلمان ها یک جا و یک دست مطابق با او روزه بگیرند. چی در شرق دیده شد و چی در غرب. اما یک دیدگاه فقهی است که ابن عباس رضی الله تعالی عنه با او هست و بعضی از علمای دیگری که در بعد بودن و بعضی علمای معاصر که میگه هر محیط، هر قطره، هر منطقه تابع دیدی خودشان هستند که خودشان از در محیطشان ماهتاب را ببینن. وقتی که دیدن میگیرن و وقتی که دوباره دیدن عید میکنن. پس در اینجا این مسئله در این آنقدر زیاد تنگی و شدت وجود نداره، با آنکه راجح همین است که در هر گوشه از جهان اسلام که ماهتاب دیده شد دیگر کشورها تابع دیدی اونها تابع اون دیدی اولی بوده باشند و با هم روزه بگیرن تا اینکه نوع وحدت و انسجام مسلمان ها در این عبادت حفظ شود و نگهداری شود. چی برابر است که در عربستان دیده شد یا که در کشور دیگره. درست، فرق نمیکنه. جزاکم الله خیر. اگر شخصی که نماز میخواند ناخنش بلند باشه و تمیز، آیا نماز درست است یا نه؟ بله، نماز درست است، اما این بلند گذاشتن ناخن خودش مخالفی شریعت است. درست. این شرط نیست که من تمیز باشم این بلند کردنش؟ بله. بله اگر نجاست داشت اونجا باز مشکل می باشه به حساب نماز، اما اگر نجاست نداشت، چرک و غیره بود، باز هم دارای اشکال نیست. یعنی تمیز خاص برای از او شرط. درست. بیننده بعدی گفتن که سوال داشتم راجع به دیدن حاجی ها که از حج برمیگردن. میخواستم بپرسم که دیدگاه اسلام در این مورد چگونه است؟ تبریک گفتن به حاجی که حجت قبول باشه و در خانه حاجی
مراسم ختم قرآن برگزار می شود. همه دوست و آشنا خواسته می شوند و دعوت می شوند. آیا این کارها جایز است یا نه؟ این کارها از رواج هایی است که در بعد آمده، بجز موضوع دعا برای قبولیت حج شخص و رفتن به دیدار او به حساب یک دیدار مطلق که از زمان صحابه کرام متابعین و غیره وجود داشته. چون شخصی از سفر بیرون رفت برای دیدار با او و یا دلجویی با او رفتن، شرعاً جواز داره و اشکالی در این وجود نداره. اما مراسم های ختم و امثال او که برگزار می شود و بسا اوقات مصارف شبیه و مساوی با مصارف حج را با خود داره، اینها هم مخالف شریعت هست و برای فعلا یکی از عوامل بازداشتن بسیاری هایی که حج بالایشان فرض گشته اما توان این مصارف بعدی را ندارند یا این مصارف بعدی برایشان سخت هست و مشکل تمام می شود، مانعی به حج رفتن از اونها اقدام آنها به حج شده که خود این رواج ها یک جنایتی در اینجا در بازداشتن مردم از ادای حج فرضی که بالایشان هست گشته. پس این رواج ها هیچ اصل شرعی ندارن، منتها ما در مسجد وقتی که لازم نیست که حتما باید در خانه او رفته همگی تبریکی بگوین و اگر تعداد میروند مشکل نداره، مثل در مسجد و در مسیر راه هر جایی که دید اون را دعا بکنه که الله تبارک و تعالی حج شما را قبول بکنه، توفیق بیشتر در زندگی نصیب بکنه. اما حاجی اینجا دقیق متوجه بوده باشه که حج چون نماز، چون راست گفتن، چون نفقه خانواده و چون روزه گرفتن و غیره چیزی از مسئولیت های دینی هست. یکی از افتخارات نیست که برای انسان مکاسب افتخاری دنیایی ببخشه و از اون افتخار طلبی ها و امتیاز طلبی های داشته باشه. هرگاه حاجی شخصی که عبادت حج از عبادت های فرضی الهی را انجام میدهد ادا میکنه، در برابر او امتیاز طلب میباشه از جامعه و از مجتمع. او متوجه بوده باشه که حج او در درگاه الله تبارک و تعالی مدار جایگاه اعتباری نداشته، چون اخلاص نیت در حج خود نداشته و هدف او از این حج خود رضای الله تبارک و تعالی تنها نبوده بلکه کسب جایگاه اجتماعی بوده. و الله تبارک و تعالی میفرماید که انا اغنى الشرکاء عن الشرک، ما بی‌نیازترین شریک ها هستم از شراکت الله تبارک و تعالی نمیپذیره. فمن عمل عملا اشرک معی غیری ترکته و شرکه معه، کسی که کاری را انجام داد که در کنار ما کسی دیگری را شریک ساخت در او، ما او را با شرکش برای ازمون میگذارم. الله تبارک و تعالی در اینجا و در حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح متفق علیه است، میگه که انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، جز این نیست که عمل ها وابسته به نیت ها هستند و برای هر شخص پاداش همون چیزی است که نیت کرده. پس کسی که نیتی مثلا هجرت که از بزرگترین اعمال هست که الله تبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که هجرت میکنه همه گناهان قبل او بخشیده میشه، کفاره همه گناهان قبل از هجرت او هست. و در آیات های متعدد قرآن کریم مقام فضیلت هجرت بیان شده. هجرت یکی از با فضیلت ترین و پرفضیلت ترین اعمال هست. میگه کسی که ایره به خاطر رضای الله و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله و رسول انجام میدهد، فهجرته الی الله و رسوله، پس این هجرت او طبق امان هدفش و آرمانش و نیتش برای الله و رسول به شمار می رود. و کسی که هجرت را به خاطر کسب دنیای انجام میده یا به خاطر اینکه با زن ازدواج بکنه در دار هجرت، اونجا زنهای زیبا و محیط اجتماعی خوبتری هست، اونجا راحت و آسایشی بیشتری هست و او به او برسه،
پس نزد الله تبارک و تعالی هجرتش به سوی امو حساب می شود. از الله تبارک و تعالی هیچ ثواب توقع نداشته باشه. همین نمونه برای دیگر اعمال تطبیق می شود. از الله تبارک و تعالی برای خود و پرسنده عزیز و جمله اهل اسلام و به ویژه حاجیان محترم که یکی از بزرگترین اعمال زندگی خود و یکی از بزرگترین ارکان دینی مبین اسلام که رکن پنجم اسلام هست او را انجام میدهند. برای همه توفیق و هدایت و اخلاص و صداقت و تعهدداری به الله تبارک تعالی و توحید و یگانگی الله تبارک تعالی را در نظر گرفتن توحید و یگانگی الله تبارک تعالی در ادای این عبادت و جمله عبادات خواهان هستم که الله تبارک تعالی به همه توفیق و هدایت نصیب کنه. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بر میت تلقین خوانده می شده؟ اگر می خواندن چی می گفتن؟ گمانم این جواب هم گفتیم هفته گذشته. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تلقین وجود داشت و تلقین می شدن. که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، من مرده های خود را لا اله الا الله را در زبان مرده هایتان به اندازه تلقین کنید مرده هایتان را با لا اله الا الله. درست. حدیث صحیح است. درست. بیننده بعدی گفتن آیا خوردن قارچ دنبلان یا کمعه جایز است یا نه؟ بله، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه کرده که میگه الکمعه شفاء للعین، الکمعه من المن و ما هو شفاء للعین. قارچ یا کمعه که هست، قارچ چیز از ترکیبات من به شمار می رود که الله تبارک تعالی برای بنی اسرائیل در سوره بقره ذکر کرده که و انزلنا علیکم المن و السلوى، به عنوان یک انعام های الله تبارک تعالی برایشان من و سلوا را که نازل کرده بود. از جمله ترکیبات اون قارچ بود و میگه که آب ای برای چشم دوا هست. پس این نه تنها استفادهش درست است بلکه به عنوان یکی از دواها از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی شده. درست. بنده بعدی پرسیدن که اگر در منطقه‌ای که در آن زندگی می‌نمایید اگر در آنجا بیماری همچون وبا، طاعون و دیگر بیماری دیگر رخ دهد وجود واگیر داشت شود، به صورت چند سال مکرر هم این حادثه رخ دهد، آیا باید محل زندگی را ترک کرد یا نه؟ در جریانی که آفت پیش می شود برای گریز از اون اینجا ممنوعیت آمده. چون نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحی که است میگه که در سرزمینی بوده که در اونجا وبا صورت گرفت، وبا آمد، از او بیرون نشوه، فرار نکنه و اگر در سرزمینی که وبا شد شما بیرون بوده وارد نشوه. همچنان به طور نمونه که در آخر پاره دوم صفحه تقریبا ورقه قبل اخیر هست، دو صفحه قبل از پایان سوره بقره، چیز پاره سه صفحه پاره دوم میگه که باید بیارن آن ملای از بنی اسرائیل را که دستهای از بنی اسرائیل را که خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، آنها از خانه های خود بیرون شدن در حالی که به هزارها بودن از ترس مرگ. اونها آفتی در اونجا آمد، فرار کردن که در اینجا مرگ گیر نکنه. پس الله تبارک تعالی همه از آنها را میراند و دوباره باز بعد از یک مدتی دوباره اونها را زنده کرد. فاماتهم الله. پس در اینجا الله تبارک تعالی در اینجا هم بیان میکنه که فرار از چنین جای یعنی چیز بخش نیست، تقدیر شکن نیست، تقدیر از بین نمیبره، هر آنچه که برای او بود پیش میاد. اما و در اینجا یک مسئله دیگری هم به حساب قضیه عام در اینجا هست که در صورتی که در اینجا وبا گرفتار هست احیانا میباشه که آثار از اون وبا
به این آمده باشه و او را به دیگر جای انتقال بده. خود این هم تأثیر منفی انتقال در اینجا هم وجود داره. به هر حال اما در صورتی که منطقه یعنی وباگین هست و در حالات متعددی به اونها پیش می شود، در غیر حالتی که از گرفتاری وبا و از ترس مرگ در حالت خاص فرار میکنه، در عام حالاتی که وقت طبیعی اونجا هست بیرون میشه و هیچ اشکالی در این وجود نداره، بلکه برای او بهتر هست که خود بیرون بکنه به منطقه‌ای که در اون وبا و غیره وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا حافظ شیرازی و سعدی شیرازی شیعه بودند یا اهل سنت؟ سعدی که در سنی بودن او هیچ نوع ترددی نیست و اشعار او نه تنها یک بلکه ده ها اشعار او چی در غزلیات و در کلیات همگی گواه و بیانگری این قضیه هست و هیچ چیزی در تأیید یا موافق با رأی تشیع و مخصوصا تشیع رافضی در نوشته های از اونها، در آثار از اونها وجود نداره، آنچه که آثار صحیح از اونها هست. قضیه این که موضوع چیزی در مدح و ثنای علی رضی الله تعالی عنه داشته باشن، اهل سنت تماما محبت علی رضی الله تعالی عنه را جزئی از ایمان خود میدانند و اون را یکی از لوازم شرعی برای خود میدانند و در این هیچ جایی یعنی جای تردد یا که وقفه ای نیست که با مدیحه هایی که کسی راجع به یکی از خلفای راشدین داشته باشه کسی او را از دایره دین اصلی به انحراف میدانه. راجع به حافظ شیرازی، اگرچه حافظ شیرازی مشکل عقیدتی شدیدی خود داره، چون تصوفی که سعدی با او گرفتار هست شاید خفیفتر بوده باشه، احیانا بعضی اشعار او هم مشکلی داره از لحاظ عقیدتی و گرویدگی و باب حلول اینها داره، اما صریح نیست. ولی اشعار حافظ شیرازی یعنی اشعار بیشماری داره که در آنها موضوع عقیده وحدت حلول تمثیل میکنه و در بعضی اشعار او گرایش به وحدت وجود داره و قائل به حلول الله تبارک و تعالی در صورتهای زیبا هست. لذا همیشه اشعار او وقتی که ذکر میکنه قضیه زیباها و خوبصورتها را الله تبارک و تعالی در نمادی از اونها زیباها و خوبصورتها تمثیل میکنه و صفات قدسیت الهی را به اونها میده و اونها را بعد از فسق فجور خود هم شروع میکنه، یعنی شعری از او تنها، چون قائل یک از افراد معتقدین به اندیشه که فعلا پلورالیسم دینی میگویند یا چیزی که نام گذاشتن، وحدت ادیان، معنی لفظی آسانش وحدت ادیان و درست بودن همه دین ها، چی زردشتی و چی بودایی و چی دیگه و دیگر هست و نزد حافظ شیرازی تمام دین ها یکسان هست و هر کس که چیزی را عبادت میکنه عبادتی از او درست است. حتی در شعرهای خود بالاتر از این میگوید که میگه تو مسجد و مصلا و تسبیح و این چیزها مربوطیت باشن، جای ما کنیشت است، یعنی عبادت خانه زردشتی ها جای ما هست و تو همونجا برو که از این جهت بعضا متهم به زردشتی بودن هم شده. به هر حال حافظ شیرازی هم در اشعار خود شعر، در مجموع دیوان خود شعر نداره که در او گرایش تشیع خاص وجود داشته باشه، مگر در 3 جای. یکی جای او در اوایل او هست که به حساب قبر امام هشتم ذکر میکنه و یک جای دیگری هم در علی رضی الله تعالی عنه به عنوان شاه مردان و چیزی دیگری بعد از 2 بیت هست که چیزی غلو حساب میشه که در اونجا به مقام خدای نسبتا او را میرسانه. و یک شعر دیگه هم شبیه به اینه که کسانی که حافظ شناسی قدیمی هستن میگن این اضافاتی هست در نسخه های بعدی که در ایران
تحریر شدن و دستی تشیع به اینها دراز شده. ورنه در مجموع اشعار امکان نداره که یک شاعری که یعنی هزارها بیت داشته باشه، در میان هزارها بیت او تنها 6 مصرع یا 5 مصرع 5 بیت 2 مصرعی با مرتبط به تشیع بوده باشه. این امکان نداره. هر شاعری که با دین رافضی گرویدگی داشت حتما بیش از نیم اشعاری از او مربوط به انحرافات تشیع می بوده باشه. درست. به هر حال یعنی چیزی صریح با تشیعی که حافظ شیرازی هم وجود نداره، اگرچه گفتیم که در عقیده خود انحرافاتی داره که تقریبا شدیدتر از انحرافات تشیع به شمار می روند. درست. منم در اضافه میگم بخاطر اینکه شک از اینکه شاید مشکل عقیده داشته باشه برای اینکه شیعه نبودن این شک برطرف بشه، اینه که ایشون حافظ قرآن بودن دیگه و تقریبا محاله که یک شیعه وجود داشته باشه حافظ قرآن باشه و اونم با 14 روایت طبق گفته خود حافظ. به هر حال این ادعایی است که از حافظ پذیرفته نمی شود. به هر حال چون حافظ خودشان ثقه و معتمد نیستن. درست. نه در دین خود و نه در اشعار خود، اگر در اشعارش راستگو به شمار بره و باید که روزانه چند رجم می شود. سبحان الله. بیننده بعدی گفتن که آیا باید در نماز ضحی سوره های الشمس و ضحی تلاوت شود؟ آیا در رکعاتی که میخوانیم باید همین 2 سوره رو بخوانیم یا اینکه سوره های متفاوت اجازه داریم بخوانیم؟ نه، هیچ تحدیدی هیچ سوره در نماز ضحی محدد نیامده. هر سوره ای که بخواه میتونه که بخونه. تخصیص این 2 سوره هیچ اصلی نداره که تنها این 2 سوره خوانده شود، دیگری نه. درست. حتی نماز ضحی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده در اون ذکری از سوره هایی که در اون خوانده باشه چیزی ذکر نشده، تصریح راجع به اونها نیامده. جزاکم الله خیر. آیا در حال ورزش کردن می توانیم قرآن کریم رو نیز گوش بکنیم؟ هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه در ورزش به شکلی بوده باشه که در اون سر و صداهایی بوده باشه که قسمت توهین به یا کم اعتنایی و به حرمتی تلاوت قرآن کریم تعلق به این داشته باشه. در غیر او هیچ اشکالی در این وجود نداره. میتونه که ورزش بکنه و هم گوش بده، دو کار خیر را با هم جمع بکنه. اما ورزش به شکل باشه که در اون سر و صداهایی هست به هیچ نوع و به حرمتی به قضیه تلاوت قرآن کریم و حرمت قرآن کریم بوده باشد، حرمت تلاوت قرآن کریم در اون صورت درست نیست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که اگر شخص مفسدی خانمی را متهم به سوزاندن کتاب مقدس قرآن یا کتاب مقدس دینی نماید، شما چه کار خواهید کرد؟ همچنین اگر ببینید که تعدادی اون خانم را شکنجه و محکوم به مرگ میکنن، واکنش شما چه خواهد بود؟ با دلیل واضح توضیح دهید. این سوال بیننده عزیز ما سوال نوع احساساتی هست و دو جنبه داره. اولا وقتی که شخص کسی دیگری را متهم به سوزاندن قرآن کریم میکنه، در اینجا حکم شرعی هست که هر دو جانب جهت مدعی و مدعا علیه به محکمه پیش میشوند و قضیه قانونا بررسی میشود که آیا این واقعیت داره یا نداره. این یک جهت هست که مثل واقعیت داشتن او و واقعیت نداشتن او باید تحقیق شود و هر نوع حرکت قبل از متأکد شدن از درست بودن یا که نادرست بودن قضیه مدعا جزئی از جنایت در عمل کردی قانونی به شمار می رود و همچنین در عمل کردی شرعی. قضیه دومی که در اینجا هست، بعد از اینکه ثابت شد که این چیزی از قرآن کریم را سوزانده، باز هم قضیه محل
بازنگری هست که تنها همه حالات سوزاندن قرآن کریم، یعنی جنایت کلی سوزاندن چیزی از قرآن کریم جنایت کلی به شمار نمیره، و مثلا مگر اینکه به قصد توهین قرآن یا که حرمت شکنی قرآن کریم یا چیزی از قرآن کریم، قطعی از قرآن کریم، اگرچه یک ورقی بوده باشد یا که نیم ورقی بوده باشد، اگرچه یک آیتی بوده باشد، میسوزانه، در اون صورت شخص کافر به شمار میره یا که زیر پای میکنه. اما در صورتی که پارچه های از شهید شده قرآن کریم هست، پارچه های شهید شده قرآن کریم هست و در زیر پای قرار میگیره و به خاطر دوری از به حرمت شدن این صفحه ها و ورق های قرآن کریم با خود اجتهاد کرده و میگه که از این بهتر است که ایرا بسوزانم تا که از این مورد به حرمتی دیگر قرار نگیره. در اینجا یعنی اشکال شرعی و مجازات شرعی در این قضیه متوجه او نمیشه، بلکه در اینجا داریم که مثلا احیانا این جزئی از عمل کرده می باشه که شرعاً تعیین شده، قسمی که صحابه کرام در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه و همچنین بعد از عثمان رضی الله تعالی عنه در زمانهای بعد، زمان معاویه رضی الله تعالی عنه، وقتی که عثمان رضی الله تعالی عنه صحابه کرام بالای یک قرآن جمع کرد، نسخه های متعدد دیگری و همچنین صفحات متعددی که نوشته شده بود اونها را جمع آوری کردن و به اتفاق همه سوزاندن، آتش داده سوزاندن تا اینکه زیر پای قرار نگیره و یا اینکه دستخوش استفاده های نامشروع قرار نگیره. و حتی نسخه ای که در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جمع آوری شده بود، بعد از نزد عمر رضی الله تعالی عنه، سپس ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها بود، زمانی که حفصه رضی الله تعالی عنها در خلافت معاویه رضی الله تعالی عنه وفات کردن، مروان ابن حکم امیر مدینه از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نسخه را طلب کرد و برای اینکه افراد با تفاوت‌های در اینجا برداشت، یعنی نسخه را طلب کرد و در اونجا تلف ساخته شد. پس در این حالات هیچ نوع اشکال شرعی وجود نداره مگر اینکه به قصد حد حرمت و حرمت شکنی قرآن کریم بوده باشد، چی در قضیه تعویل داشته باشه و یا اینکه آگاهی به این عمل کرده صحابه کرام که در میانشان امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمان ها و مجموعه صحابه کرام بودن و حتی علی رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشان چیزی پرسیده شدن، گفتن که اگر هم با خاتمه گفتن چیزی که اگر چیزی را که عثمان رضی الله تعالی عنه انجام داد، اگر در زمان مریخ پیش می آمد، هم همون چیزی را انجام میدادم که علی عثمان رضی الله تعالی عنه انجام داد. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه پایان رسید. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كل الفكر